من 60 گرم شکر میزنم. شما اگر دوست دارید میتونید شکر بیشتری استفاده کنید. 4 تا تخم مرغ میزنم تو دمای محیط قرار بگیره اول. 200 گرم آرد و یه قاشق بیکینگ پودر باهاش مخلوط میکنم قشنگ. بهش یه ذره نمک اضافه میکنم و پودر دارچین. خب کیک هویج بدون هویج که مسلما نمیشه، بنابراین 3 تا هویج رو رنده کردم و اضافه میکنم به باقی موادی که لازمه. تخم مرغ مثل ربکا 3 ساله از تهران باز کرد. خب با دوربین نمیشه، حوصله‌ام ندارم پایه بیارم. تخم مرغا رو میشکنم دوباره میام سراغتون. خب تخم مرغا رو شکوندم. الان یهو حواسم جمع شد که اشتباهی گفتم که ربکا 3 ساله از تهران. من ربکا 3 ساله از رشت، من اهل رشتم و اینجا انقدر ازت سوال مثلا میپرسن که از کدوم شهر ایران هستی و هیچ شهر دیگه ای رو غیر از تهران نمیشناسم و من هی مجبورم مثلا بگم رشت 300 کیلومتری تهران. اینه که عادت کردم یهو مثلا از آره اینجوری اشتباه شد. بنابراین تخم مرغو مثل ربکا 3 ساله از رشت شکوندم. خب حالا بگذاریم. 4 تا تخم مرغ رو شکوندم و الان 7 دقیقه حسابی میزنم که کرمی بشه. بهش البته اول شکرم اضافه میکنم که پروسه هم زدن رو بهتر میکنه، راحت‌تر کرمی میشه. من تقریبا بین 50 تا 60 گرم شکر میزنم. شما هر مقداری که ذائقتون میبره شکر میتونید بزنید. تخم مرغ و شکرم حسابی کرمی شد. بهش الان هویج و آردم و بقیه چیزا رو اضافه میکنم. یه کار دیگه ای هم که من انجام میدم برای اینکه کیکم نچسبه به قالبم، یه مقدار قبل از اینکه مواد رو بریزم توی قالب رو حسابی چرب میکنم، یه کمی آرد بهش میپاشم و میذارم توی فر که یک کوچولو گرم بشه. اینطوری کمک میکنه که کیکم نچسبه به قالبم. اول هویجم رو اضافه کردم، یه کمی هم میزنم، بعد آردو بهش اضافه میکنم، حالا گردو و بعد کشمشم رو بهش اضافه میکنم. خب به موادم گردو و کشمش رو اضافه کردم و چون من بهش روغن مایع نمیزنم برای اینکه مخلوطم خیلی غلیظ نباشه بهش 4 تا قاشق ماست میزنم. واسه من جواب میده، ولی اگه شما مثلا با روغن مشکلی ندارید بهش یه لیوان روغن مایع اضافه کنید. خب میذارمش توی فر دمای 180 درجه 50 دقیقه بمونه. البته من فر رو از قبلم گرم کرده بودم. بله به نتیجه کار. بوش که کل خونه رو گرفته. امیدوارم طعمش هم خوب باشه.